میگویند که به حاجتخانه در آمدن با پای چپ و یا اینکه بر آمدن با پای راست این یگان به این دلیل دلیل هست که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با پای چپ می در آمدند و با پای راست می بر آمدند، برای آنکه بیرون بهتر از حاجتخانه است، چون که حاجتخانه مکان افلاس، حتی مکانی که جای ذکر ممکن نیست، جای محضر شیطان ها هست، جایی که شیطان و جن ها حاضر میشن، جای بد است. بنابراین با پای چپ می در آمدن و با پای راست می بر آمدن، خلاف مسجد. و مسجد با پای راست وارد می شدند و با پای چپ از مسجد خارج می شدند. خب وقتی داخل شدن بسم الله را ندر آمده به حاجتخانه میگویند یا اینکه ندر آمده بعدی در آمدن گپ نمیزند. در حاجتخانه حتی گپ های دنیوی هم ممکن نیست. و وقتی بر آمدن از حاجتخانه غفرانک میگوید، غفرانک، یعنی الله گناه مرا بخش.